سازمان امنیت و همکاری اروپا امسال برای مشورت عظیم سالانه‌اش درباره حقوق انسان ورزشگاه اصلی شهر ورشو پایتخت لهستان را انتخاب کرد. در اینجا نمایندگان حکومت‌های کشورهای عضو و همین گونه نمایندگان سازمان‌های غیر حکومتی جمع آمدند، اما نه برای فوتبال بلکه برای مکالمه. در راهرو و نشست‌ها گروهی بزرگی از نمایندگان تاجیکستان را می‌دیدید، هم نمایندگان حکومت، سازمان‌های غیر حکومتی و هم هیئت مخالفان دولت را که حکومت آنها را نه مخالف بلکه جنایتکار می‌شمارد. بعضی‌ها در راهرو با هم سلام می‌دادند، بعضی گویا یکدیگر را اصلاً نمی‌دیدند. هر دو طرف هم ظاهراً از این نشست توقع زیادی نداشتند، از این رو برای یک منبر بود. کوچکترین منبر، کوچکترین امکانی که به ما دست می‌دهد که پیغام خود را به ملت خود به دولت خود رسانیم، ما از اون استفاده می‌بریم. البته یگان انتظاری از سازمان بین المللی نداریم که او مجبور کند دولت ما را یا ملت ما را که اونها ما را شنوند. طرف دولت هم میگوید که به ورشو برای مکالمه نآمده است. نشست‌ها را نه تنها جای برای مکالمه بلکه برای ابراز مناسب موقع گیری ها هم نمی‌شمارد. در نشست‌های اصلی سازمان نمایندگان فقط 2 دقیقه برای صحبت دارند. در این 2.5 دقیقه نه سیاست دولت رو معرفی کرده می شود، نه وضعیت رو معرفی کرده می شود، نه برای حل مسئله ها توصیه داده می شود. در نشست‌های اصلی هم نمایندگان حکومت می‌گفتند گروه‌هایی که خود را اینجا مخالف دولت می‌نامند تروریست و جنایتکارند. این گروه‌ها حکومت را تنقید می‌کردند که حقوق مردم را زیر پا می‌کند. حامیان حقوق، ادوکات‌ها، فعالان جامعه مدنی و مخالفان همه برای حکومت رحمان افراطگرا و تروریست شدند. اینجا بازار نیست، مجلسی با آبرو است. ناظران نشست هم میگویند هرچند مشورت سازمان امنیت و همکاری اروپا منبری مناسب برای ابراز اندیشه برای همه گروه است، اما میدان برای مکالمه بین حکومت تاجیکستان و مخالفانش بودن نمیتواند. مجلس های پلنری فرض کردیم، در اونجا به طور بسیار مشخص و محدود موقع ها شنیده می شوند، پیش از همه موقع حکومت و بعد موقع های گروه های گوناگون مخالفان و جامعه شهروندی که خود از خود همین فرمت از نقطه نظر وقت امکان نمی دهد که گفتگو به وجود بیاید. اما سازمان هایی که هیچ کاری به حکومت تاجیکستان و مخالفانش ندارند میگویند مشورت سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا جای مناسب برای حل اختلاف است. این امکان مکالمه را پیش می آورد. هنگام مکالمه راهی حل پیدا می شود. امکان پیدا کردن راهی بهترین برون رفت از وضعی پیش آمده پیدا می شود، حتی اگر بنبست و یا وضع فوق العاده باشد. از هر گونه حالت می توان راهی برون رفت پیدا کرد اگر خواهش و میل باشد. اگر میل نیست و هر دو طرف با موقع خود پایفشاری می کنند، همین میدان می تواند آغاز برای رشد مکالمه باشد. اما مسابقه امسال در شهر ورشو بین نمایندگان حکومت تاجیکستان و نمایندگان سازمان‌های مخالف دولت نه مثل سال پیش با دعوا و کشمکش بلکه با استافت درباره آن تبدیل یافت که کدامی از آنها واقعیت را میگوید.